با سلام، عیداللهی هستم، کارشناس خزانه‌داری. در این ویدیو قصد دارم پنجره انتقال منبع عملیات خزانه‌داری رو توضیح بدم خدمتتون که در این پنجره ما از یک حساب بانکی به حساب بانکی دیگه میتونیم انتقالی انجام بدیم و از صندوقی به صندوق دیگری هم میتونیم انجام بدیم حساب رو. با ما همراه باشید در این ویدیو که توی این پنجره ما میتونیم به اصطلاح واریزی هامون رو انجام بدیم یا فرض بفرمایید انتقالی هامون رو انجام بدیم. مثلا فرض کنید از یک بانکی به بانک دیگری مبلغی رو جابجا کنیم یا از تنخواه به تنخواه مبلغی رو جابجا کنیم. حالا فعالیت‌های پیش‌فرضی که اینجا وجود داره که توی بخش انتقال منبع شناس فعالیتی که باز کنیم به اصطلاح 3 تا فعالیت پیش‌فرضه که برای پاس کردن چک ها هست. یکیش چک های پرداختی که خودمون پرداخت کردیم به مشتریان رو میتونیم اینجا انجام بدیم. به این حالت اون چک رو مشخص میکنیم. وقتی اون چک رو که تایید کردیم طرف پاس کردنش و همه اطلاعاتش رو به صورت پیش‌فرض خود سیستم میاره و فقط ما با یک کلیک کردن میتونیم اون سند رو ذخیره کنیم و دیگه نیاز نیست باقی اطلاعات رو وارد کنیم توی سیستم. شناسه فعالیت بعدی جابجایی حساب هست که به این صورت هستش که من میام توی جابجایی حساب رو توی شناسه فعالیت انتخاب میکنم و شناسه منبعم رو مشخص میکنم که بخش بالا یعنی دریافت کننده هست، بدهکار ما هست. مثلا من میخوام توی بانک ایران زمین یک واریزی انجام بدم مبلغ 2 میلیون تومان واریز به بانک ایران زمین. حالا قسمت پایین که بستانکار ما هستش که پرداختیمون از کدوم بانک باشه. اینجا هم میایم طرف جابجایی حساب رو انتخاب میکنیم و منبعمون رو مثلا فرض کنم من بانک سپه جاری 2 میلیون تومان میخوام واریز کنم به حساب بانک ایران زمینم که اینجا حالا شرح آرتیکلش هم میزنیم بابت واریزی. قسمت پایین رو هم F4 که بزنیم کپی میشه به سمت پایین. توی همین بخش هم ما میایم سرفصل معینمون رو انتخاب میکنیم و همینطور تفصیلی می‌کنیم. این جابجایی حساب بین بانک ها بود که از این بخش ما میتونیم منبع های دیگری هم مثلا اینجا انتخاب کنیم. فرض بفرمایید بانک های دیگه همون رو هم که توی سیستم تعریف کردیم حالا هر بانکی رو مثلا جابجایی حساب بزنیم. فعالیت بعدی برگشت چک هست که ما چک هایی که دریافت کردیم رو میتونیم از توی این بخش برگشتشون بزنیم به خود مشتری. و شناسه فعالیت های بعدی توی این قسمت ما میتونیم اعلام برگشت چک از وصول، چک هایی که وصول شدن رو برگشت بزنیم یا اعلام وصول چک هامون رو انجام بدیم. مثلا این چک دریافتی رو وصولش رو ما بزنیم توی این قسمت که خودش قسمت بالا رو پر میکنه. طرف اعلام وصول چک کافیه که منبعمون رو انتخاب کنیم که واریزیمون به کدوم بانک باشه و این رو ثبت کنیم. و فعالیت هایی که به اصطلاح در کل اینجا وجود داره به راحتی میتونیم انجام بدیم. مثلا فرض کنید واگذاری چک رو به بانک یا اعلام وصول چک رو انجام بدیم یا اعلام برگشت از وصول. این فعالیت های پیش‌فرض که توی پنجره انتقال منبع وجود داره رو میتونیم به راحتی ثبت